به نام خدا، من استاد سعید هستم و عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیزی که همین حالا من از طریق این ویدیو بیننده هستید. دوست عزیز، این ویدیو فایل نهم دوره فوق‌العاده عزت نفس است که در این فایل من روی یکی دیگر از عوامل عدم عزت نفس که تعریف و تمجید از خود است صحبت میکنم و خداوند را سپاسگزارم که به من فرصت داد بازم در خدمت شما دوست عزیزم باشم. عزیز دل، اگر آماده هستی ویدیو را همین حالا لایک کن تا برویم با هم شروع کنیم. آیا پذیرای تعریف و تمجید از خود برای شما کار مشکلی است؟ زمانی که دیگران از شما تعریف میکنن، حالا به خاطر آن دستاوردهایی که دارید، حالا به خاطر آن توانایی‌هایی که دارید، حالا زمانی که یک کار را به درستی انجام دادید و شما نسبت به آن تعریف و آن تمجید حس بدی پیدا میکنید و حس شرمساری و تغییر در شما به وجود میآید، این به خاطر عدم عزت نفس عزیز من. این چراغ قرمز است که در شما نشان میده که عزت نفس شما شدیداً ضعیفه. حتی بعضیا فکر میکنن که با این حس بد پیدا کردن تواضع کردن و فروتنی کردن. نه عزیز من، حس بد پیدا کردن نسبت به تعریف و تمجید دیگران تواضع و فروتنی نیست، بلکه کمبود عزت نفس و امنیت در وجود شما باعث آن حس بد شده. این را با تواضع و فروتنی اشتباه نگیرید. ما چون اعتماد به نفس و عزت نفس نداریم، وقتی خودمان را نمیشناسیم، وقتی با خودمان بیگانه ایم، وقتی خودمان را ارزشمند و آدم حساب نمی کنیم و دیگران وقتی آن دستاوردها را از ما میبینن و ما را ستایش میکنن و تمجید میکنن، باعث میشه که این تمجید و ستایش دیگران با ما حس بدی به وجود بیاره. و زمانی که نسبت به تعریف دیگران ما حس بد پیدا میکنیم، با خاطری که خودمان را ارزشمند نمیبینیم، با خاطری که خود را شایسته آن تعریف تمجید نمیبینیم، با خاطر این که ما هنوز خودمان را و ارزش خودمان را به عنوان انسان نشناختیم و یا پیدا نکردیم. این حالت از کجا و از چه زمانی به وجود آمده؟ ما از دوران کودکی در خانواده ها به گوش ما خوانده شده و گفته شده که تعریف کردن از خود کار درست و به جایی نیست. حالا بذار دیگران از تو تعریف کنن، دیگران که از ما تعریف نمی کنن. منتظر باشیم که دیگران از ما تعریف کنن، چون اگر ما بیایم دهان باز بکنیم و در رابطه با هم دستاوردها و توانایی‌هایی که داریم و اون ویژگی‌هایی که داریم به دیگران صحبت بکنیم، خانواده برای ما گفته بود که این کار شما خودپسندی و خودشیفتگی، نباید کار انجام بدی، این کار غروره، خوب نیست. و بعد ما این کار را پذیرفتیم که هرگز نباید از خودمان تعریف کنیم و تمجید کنیم، هرگز نباید دستاوردهای خود را برای دیگران نشان دهیم که بله من این کار را انجام داده میتوانم، بله من این توانایی را دارم، بله من برای فلان کار فوق العاده ام. حتی اون پدران و اون مادرانی که این حالت را از پدرانشان به ارث بردن، به وجود این کمبود عزت نفس، به وجود این وضع به اصطلاح پایین زندگی، به وجود این عدم شخصیتی که داشتن، خودشان هم رنج میکشیدن و خودشان هم نفرت داشتن، خودشان هم این وضعیت را دوست نداشتن، کوشش میکردن برای نسل بعدی، برای فرزندان خود این وضعیت را آموزش بدن که هرگز از خود تعریف نکنید. چرا؟ چون حس غرور در شما شکل میگیره. حتی زمانی که ما در مکتب نمره خوبی میگرفتیم یا کار را به درستی انجام میدادیم یا در یک بخش از زندگی ویژگی خیلی خاصی داشتیم، نمیتونستیم برای خود بگوییم که من در این بخش عالی هستم، با خاطری که دیگران به ما فهمانده بودن که و ما پذیرفته بودیم که اگر بیایم این دستاورد خود را در رابطه با آن صحبت بکنیم و باعث احساس افتخار و غرور کنیم، این خودپسندی و خودشیفتگی و غروره. حتی زمانی که ما کودک و نوجوان بودیم و دیگران
از به خاطر آن ویژگی مثبتی که داشتیم، آن توانایی که داشتیم، آن نمره خوبی که گرفته بودیم از ما تعریف میکردن، ما کوشش میکردیم که حس کوچک بودن کنیم، کوشش میکردیم خود را کوچک نشان بدیم تا تواضع کرده باشیم، تا خود را فروتن نشان داده باشیم. یعنی ما هرچه خود را کوچک نشان میدادیم وقتی دیگر از ما تعریف میکردن، چون این رقم یاد گرفته بودیم، این را تواضع فکر میکردیم، این را فروتنی فکر میکردیم. حالا بیاییم بپذیریم کل آن آموزش های اشتباهی که از دوران کودکی یاد گرفته بودیم، والدین به ما یاد داده بودن، فرهنگ جامعه به ما یاد داده بود، عرف جامعه به ما یاد داده بود. حالا وقتی فهمیدیم آنها اشتباه است، آنها را دور بریزیم. ما چون انسانیم ارزشمندیم. اگر بخوایم از یک عزت نفس فوق‌العاده برخوردار باشیم، باید قدرت این را پیدا بکنیم که زمانی که دیگران از ما تعریف و تمجید میکنن، به خاطر که آن ویژگی و آن استعداد را و آن نبوغ را در وجود ما دیدن، ما باید از آنها تشکری کنیم و احساس افتخار کنیم. وقتی احساس افتخار میکنیم، وقتی احساس ارزشمندی میکنیم، به این معنی است که ما عزت نفس داریم، به این معنی است که ما این ویژگی را در وجود خود میبینیم. از اشخاصی که از شما تعریف و تمجید میکنن، از آنها سپاسگزاری کنید و تشکری کنید. و خیلی به ما گفتن که تو اگر از خودت تعریف کنی تو مغروری، تو خودپسندی. نه ای زمان، امروز من به تو میگم، نه تنها من به تو میگم که خیلی انسانهای ارزشمند، انسانهایی که در دنیا سرنوشتشان را عوض کردن و در دنیا ارزشمندن و تعداد زیاد از آنها را تو میشناسی و منم میشناسم، آنها هم میگویند که اگر در یک بخش فوق‌العاده استعدادی داری، توانایی داری، در هر بخشی فوق‌العاده‌ای، برو آن استعداد خود را برای دیگران نشان بدی، در رابطه با آن استعداد و آن توانایی و آن ویژگیت برای دیگران صحبت کن. چون اگر صحبت نکنی کسی نمیشناسد که تو چیکاری، چی توانایی داری و چی کاری میتونی انجام بدی. اگر خاموش باشی کی میفهمد که تو چیکاری؟ تو میتونی تدریس کنی، تو میتونی موتور ترمیم کنی، تو میتونی مثلا درست فوتبال بازی کنی. برو خودت را نشان بده. وقتی صحبت بکنی دیگران تو را میشناسن و با آن دستاوردات احترام میگذارن. وقتی بتوانی در رابطه با تواناییات صحبت کنی تو قدرتمندی ای زمان. این برای تو مهم نیست که دیگران میخوان این صحبت کردن تو در رابطه ویژگی تو را بد ببینن، چون تو به خودت ارزش قائلی، به خودت احترام داری. نظر تاییدیه و رد دیگران با تو هیچ به اصطلاح حالتی به وجود نمیاره، تو هیچ تغییری به وجود نمیاره. با واکنش های دیگران اصلا تو عکس العمل نشان نمیدی، چون برای تو مهم نیست. تو ارزشمندی، تو عزت نفس داری و تو خودت را میشناسی. و بالعکس کسایی هستن که تو را تایید میکنن و از اون توانایی تو چی استفاده میکنن و تو خیلی خوب میتونی فایده ببری، به سود ببری از این کار و نفع بگیری از این کار. پس دفعه بعدی زمانی که دیگران از تو تعریف و تمجید میکنن با آن مخالفت نکن، چون اولا اگر مخالفت بکنی لذت آن تعریف و تمجید را از بین میبری و دوما این که تو شدیداً این حالت را نشان میدی که آنها در رابطه با تو قضاوت درست نکردن و آنها را از خودت چی ناراحت میکنی و خودت را بیشتر یک شخص بیارزش نشان میدی. بالاخره خلاصه کنم، در این فایل ما روی موضوع تعریف کردن و تمجید کردن از خود یا زمانی که دیگران از ما تعریف و تمجید میکنن بعد احساس ارزشمندی بکنیم. زمانی که دیگران از ما تعریف کردن احساس ارزشمندی بکنین، از آنها تشکری بکنین، چون دیگران این ویژگی را در ما دیدن که از ما تعریف میکنن. از آنها تشکری بکنین و خود را بیشتر و بیشتر ارزشمندتر احساس کنید، چون این نشان میده که شما عزت نفس دارید. زمانی که حس بدی پیدا نکردید نسبت به تعریف دیگران، این نشان میده که شما عزت نفس دارید. اگر حس بدی پیدا میکنید روی این قضیه حتما کار کنید عزیز من، چون اینها را به ما خوراندن از زمانی که ما کودک بودیم. اینها واقعا غلط است. اینها بیشتر از ما یک شخص شکست خورده میسازه.
و اگر توانایی داری در یک بخش خوب عمل میکنی، حتما در رابطه با توانایی خود و شایستگی خود برای دیگران صحبت کن. بیشتر باعث موفقیت تو میشه و همچنین تو چون قدرتمندی میتونی در رابطه با توانایی خود صحبت بکنی. به نظر دیگران با واکنش منفی دیگران، وقتی خودت از توانایی تعریف میکنی و صحبت میکنی، واکنش نشان ندی، اصلا برای تو مهم نباشه، چون هیچ صدمه‌ای با تو آن نظر دیگران و آن تایید دیگران یا رد دیگران به تو زده نمیتونه. از توانایی تعریف کن و چون زمانی که این توانایی رو پیدا بکنی تا بتونی در رابطه با دستاوردها و استعدادات صحبت بکنی، تو فوق‌العاده ارزشمند و قدرتمندی و باعث میشه موفقیت‌هایی از این سمت به دست بیاوری. خداوند را سپاسگزارم که مرا یاری کرد تا این دوره را با عشق برای شما دوستان و عزیزان آماده کنم. تا فایل بعدی که من فایل دهم و آخرین فایل دوره فوق‌العاده عزت نفس را برای شما عزیزان آماده می کنم. البته ناگفته نباید گذاشت که به دانسته های این فایل و هر فایل دیگه که از دوره فوق‌العاده عزت نفس واقعا یک دوره فوق‌العاده است عزیزان من، که اگر شما به دانسته های هر یک از فایل ها عمل بکنید از یک عزت نفس فوق‌العاده برخوردار میشوید. نظرات و پیشنهادات خود را همچنان برای من بنویسید، من آنها را با عشق مطالعه میکنم. عاشق همگیتان هستم تا فایل بعدی که آخرین فایل دوره فوق‌العاده عزت نفس است. شما را به خالق یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش، موفق باشید.